سلام، خوبی بچه ها؟ امروز اومدیم خونه یکی از دوستان مهمونی دیدم برگمو دارن. گفتم اینا رو بچینم برای دلمه برگمو آماده کنم که خواستیم درست کنیم. تازه و عالی. نگاه کنید چه برگایی هم داره. من شروع میکنم به چیدن تا مهمونی شروع نشده. سعی کنیم برگا رو که میخوایم بچینین اگه دارین برگای نازک رو بچینین. از اینجا هم بچینین که دیگه سختتون نشه بخواین جداش کنین. برگا که بزرگتر میشه یه حالت کلفتی پیدا میکنه، خوب نیستش برای دلمه. سعی کنیم برگای نازک و کوچیکتر رو از این ساقه بچینین. من دیگه گفتم بهترین فرصته که این دوستمون اجازه داد من بیام تو حیاتشون تا مهمونا برسن این برگا رو بچینم. چه برگایی هم هست. دقت هم داشته باشین که برگا آفت زده نباشه. سلامی دوباره به دوستان عزیزم، به کانال آشپزی آدم و حوا خوش اومدین. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. در ابتدای ویدیو دیدین که منزل یک از دوستانمون بودم و تونستم اونجا برگموهای تازه بچینم. خیلی عالی بود، خیلی لطف و محبت کردن به من. زش بدم برگموها رو شستم، آماده کردم، میریم برای درست کردنش. خب سبزی ها رو که خدمتون نشون دادم، یه بسته جعفری، یه بسته گشنیز، یه بسته شیویت. تره نبودش، من مجبور شدم یه بسته پیازچه بگیرم و نعنا و ترخون خشک استفاده میکنم. برگموها حدود 250 گرمه، 2 پیمانه برنج، 1 پیمانه لپه، 2 تا پیاز متوسط، حدود 500 گرم گوشت چرخ کرده، نمک، زردچوبه، فلفل به میزان لازم، روغن گیاهی به میزان لازم، حدود نصف استکان سرکه لازم داریم و 3 تا قاشق شکر، چون میخوایم دلممون ملس بشه. خب در اینجا مقداری آب میریزیم داخل یه قابلمه بزرگ با کمی نمک، میذاریم جوش بیاد که برگموها رو بریزیم داخلش. خب آبمون رو گذاشتیم رو اجاق، یه مقدار نمک میریزیم داخلش، درش رو میذاریم تا جوش بیاد. خب عزیزان، لپه ها رو میریزیم داخل یه ظرف، میشوریمش. خب لپه ها رو شستیم، با یه مقدار نمک میذاریم که بپزه. دوستان عزیز توجه داشته باشین که لپه ها باید نیم پز بشه و برنجمون، یعنی زیاد نذاریم بپزه. به خاطر همین زیاد آب داخلش نمیریزیم که وقتی آبش کشیده شد نیم پز شده باشه که بتونیم ازش استفاده کنیم. نوبت برنجمون هم میشوریم. عزیزان برنجمون هم شستیم با مقدار خیلی کم آب و یه مقدار نمک. اینم میذاریم که
نیم پز بشه. برنج حدود 5 دقیقه کافیه. لپم حدود 15 دقیقه تا نیم پز بشه. خب اینجا لپمونم گذاشتیم بپزه، برنجمونم گذاشتیم بپزه، نیم پز بشه، آماده بشه. آبمونم که هنوز جوش نیومده، میریم سراغ بقیه کارا. خب حالا میرسیم سر پیازامون رو میخوایم خورد کنیم، ولی من اینجا تصمیم گرفتم چون میخوام خیلی پیازام ریز بشه برای این غذا با دستگاه خردکن استفاده کنم. اگر عزیزانی که دستگاه خردکن ندارن میتونن از رنده استفاده کنن. خب پیازا رو خرد کردیم، ریختیم داخلش، میریم که خردش کنیم. خب پیازامون به این حد که رسید کافیه، میریزیم داخل مایتابه. میره برای سرخ شدن. خب برنجمون به این حد که رسید نیم پز شد، ولی آبی ته قابلمه نبود، دیگه میذاریمش کنار که خنک بشه. خب اینجا آبمون جوش اومده، برگا رو میریزیم داخلش. چه برگایی هم هست، به به، دست دوستمون واقعا درد نکنه. ببینید چقدر سریع داره رنگش رو عوض میکنه. این کارا رو زودتر انجام میدیم چون که این برگا رو بعد از اینکه یک کوچولو حدود 2-3 دقیقه آب پز شد باید خالی کنیم داخل سبد و بذاریم خنک بشه. این کار رو برای این انجام میدیم که برگامون نرم بشه که وقتی میخوایم دلمه رو بپیچیم دیگه نشکنه برگامون. خب الان دیگه کافیه، میریم که خالیش کنیم داخل آبکش. خب اینجا برگامون آبکش میکنیم. آب سرد روش باز کنیم. خب در اینجا پیازمون که کاملا آبش گرفته شد میتونیم روغن رو بهش اضافه کنیم. خب روغن رو اضافه میکنیم. و با حرارت ملایم میذاریم تفت بخوره. حالا میریم سراغ سبزیامون. خب عزیزان به این حد که رسید سبزیمون کافیه، میریزیم داخل ظرف. خب دوستان عزیز، یه چیزی میخواستم خدمتون اینجا توضیح بدم. شما میتونید از سبزی‌های خشکم به جای این سبزی‌های تر استفاده بکنید، ولی خب من چون خیلی دوست دارم که همه چی تازه باشه تازه‌شو گرفتم. یعنی اگر امکانات خرد کردن و اینجوری سبزی تازه نداری میتونید از سبزی خشکم استفاده کنید
که اونم مقدارشو وقتی که میخوام نعنای خشک و ترخون خشک رو اضافه کنم خدمتون اعلام میکنم. در اینجا همین مقدار سبزی برای این دلممون کافیه. بقیه سبزی رو هم میتونین بسته بندی کنین، بذارین داخل فریزر، هم موقع که احتیاج داشتین استفاده کنین. خب پیازا به این حد که رسید کافیه، چون یه مقدارم با گوشتمون تفت میخوره. زردچوبه‌شو بهش اضافه میکنیم. حدود 1 قاشق چای خودی کافیه. یک مقدار نمک میریزیم، چون توی لپو و برنجمون هم قبلا ریختیم زیاد نمیریزیم که غذامون شور بشه. حدود نصف قاشق چای خودی، یه مقدارم فلفل سیاه. ادویه ها رو وقتی که با پیاز تفت میدیم طعمش خیلی بهتر در میاد تو غذا. حالا گوشتمون رو میریزیم داخلش. خب تا گوشتمون آماده شه، لپمون هم دیگه آماده شد. همونجور که ملاحظه میکنی تمام این کارا یه رو بیشتر وقت نمیبره اگه همه چیتون آماده باشه. اینم میذاریم کنار. اینم اینجا نیم پس شده دیگه. اینجا گوشتمون هم دیگه آماده شد. زیرش رو خاموش میکنیم. خب عزیزان همه چیمون آماده است. میریم که یه ظرف بزرگ انتخاب کنین، همه رو با هم مخلوط کنیم و یواش یواش دلمه‌هامون رو بپیچیم. برنج رو میریزیم داخل این ظرف. لپه رو بهش اضافه میکنیم. برای این گفتم نیم پز باشه که قراره که داخل دلممون هم پخته بشه. خب سبزیمون رو اضافه میکنیم. خب سبزیمون هم ریختیم. حدود 1 قاشق غذاخوری نعنا میریزیم. 1 قاشق غذاخوری ترخون. گفتم از سبزی خشکم میتونین استفاده کنین. هر کدوم از اونا هم 1 قاشق غذاخوری کافیه. گوشتمون رو بهش اضافه میکنیم. سه قاشق غذاخوری شکر، چون میخوایم ملس باشه و ترش شیر. نصف استکان سرکه. اینا رو قشنگ با هم مخلوط کنین. کاملا اینا رو مخلوط کنین. اگه دوست دارین شیرینیش بیشتر بشه میتونین شکر بیشتر اضافه کنین. اگه دوست دارین ترشیش بیشتر بشه میتونین یه مقدار سرکه بیشتر اضافه کنین. میتونین اینجا مزه بکنین، ببینین نمکش کم نباشه. خب این دیگه تقریبا آماده است که بره لای برگا و یه دلمه خوشمزه به ما بده. خب یه مقدار روغن کف قابلمه مورد نظرمون میریزیم. قشنگ اینو تکون بدین همه جوش برسه. زیاد نمیخواد روغن بریزیم چون داخل این روغن هست و کافیه گرمیه داخلش. بعد چند تا از برگای درشتمون رو ته قابلمه میچینیم. این برگا رو ته قابلمه بچینین. همین که کف قابلمه‌تون پر شد دیگه کافیه.
حالا میریم سراغ پیچیدن دلمه ها. خب برگا رو به آهستگی از هم جدا کنین، آماده بذارین برای پیچیدن. خب دقت داشته باشین این قسمت براقش رو پشت بذارین و این قسمتی که حالت کدری داره داخل یه قاشق بر میدارین، داخلش میذارین، به صورت بقچه اینو میپیچین. به صورت لوله‌ای هم میتونین انجام بدین، ولی خب حالا برای کسایی که مبتدی هستن این روش راحت تره. حالا ایشالا در آینده اونا رو هم خواهم گفت. بعد از اینکه پیچیدین یه مقدار فشارش بدین، به این شکل بچینید داخل قابلمه‌تون. بعد برین سراغ برگ بعدی. اگر برگاتون کوچیک‌تر بود میتونین 2 تا برگو با هم بگیرین انجام بدین. حالا من اینجا چند تا برگ کوچولو دارم، اونا رو خدمتتون نشون میدم که به چه شکله. یه مقدار فشار بدین، بچینید داخل قابلمه. خب برگ کوچیک اینجا یه دونه داریم، اینم یه دونه. به این شکل میتونین انجام بدین. این دوتا رو بذارین رو هم، مواد رو داخلش قرار بدین و بپیچینش. الان که فصله، همین برگ موه بهترین وقت برای تهیه کردن این دلمه خوشمزه. حالا ایشالا اگه فرصت بشه حتما خدمتتون خواهم گفت که چطور اینا رو داخل شور قرار بدین و نگه دارین برای فصلای دیگه. اینجا باز برگا رو 2 تایی گرفتم، این مقدار کوچیک بودش. خب عزیزان، گفتم به حالت لوله‌ای بعداً خدمتتون میگم، ولی گفتم حالا چه کاریه، البته اونم بعداً کامل توضیح میدم، ولی الان خدمتتون نشون میدم به چه شکل میتونین اینو انجام بدین. به این شکل بریزیم وسط، از دور جمع کنین، از بالا بیارین، یه حالت رولی اینو به این شکل بپیچین. اینم حالت لوله ایشه. حالا اگر دوست داشته باشین بعداً یه برنامه جدا براش میذارم. یکی دیگر رو انجام میدم ببینین به چه شکله. حتما موادتون رو وسطش قرار بدین، از کنارها جمعش کنین به این شکل، از پایینم جمع کنین
بعد فشردش کنین، بپیچینش. اینجا چون سایز برگامون فرق میکنه، دلممون کوچیک و بزرگ در میاد. مقدار موادتون رو زیاد بر ندارین، چون لپه و برنجتون هنوز کاملا پخته نشده. وقتی پخته بشه یه مقدار ری میکنه. خب عزیزای دلم، دولمه هامون آماده شد. چند تا برگ اضافه مونده، اینا رو فقط میذاریم روش، مشکلی نداره. خب در اینجا میخوایم سسش رو آماده کنیم. حدود 25 گرم کره، 6 تا قاشق شکر، نصف استکان سرکه، یه لیوان آب جوش، اینا رو قشنگ با هم مخلوط میکنیم، میذاریم روی گاز. یه چیزی که میخواستم دوستان عزیز خدمتتون بگم اینه که میتونین، این البته سلیقه‌ایه، روش رو زرشک بپاشین یا قوره که الان فصلشه. خب من حالا یه طرفشو زرشک میخوام بپاشم، یه طرفشو قوره. این ورو قوره میپاشم و این ورو زرشک. یه قسمتو زرشک ریختم، یه قسمتو قوره. میریم که اینو بجوشونیم، بریزیم داخل این، بره برای دم. خب اینجا شکرمون رو برای این بیشتر اضافه میکنیم چون برگا ترشه و نیاز به شکر بیشتر داره. داخلش هم که ریختیم. خب عزیزان دیگه سسمون آماده شده، میریزیم روی دلممون. حتما یه بشقاب روش بذارین، یه مقدار فشارش بدین که داخل سس بره همه دلمه ها. درش رو میذاریم رو حرارت ملایم حدوداً 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت تا آروم آروم برای خودش جا بیفته و بپزه. همونجور که میبینین در حال پختنه. همون مقدار سوسی هم که ریختیم روش، ببینید قشنگ کاملا تا بالا اومده، تمام دلمه هامون کاملا داخلش پخته میشه. خب دوستان عزیزم، همونجور که ملاحظه میکنین غذامون آماده سرو شده
ولی قبل از اینکه بخوام مزه کنم این غذا رو، خواستم از دوستان عزیزی که لایک میکنن، کامنت میذارن، خیلی تشکر کنم. واقعا ممنونم ازتون. و دوستان عزیزی که تازه وارد کانال آدم و حوا شدن و ویدیوهای منو میبینن، سابسکرایب یادشون نره. خیلی متشکرم از توجه شما دوستان عزیز. و یه مطلب دیگه که میخوام خدمتون بگم اینه که شما میتونید تا اون مرحله‌ای که من این دلمه ها رو آماده کردم، داخل قابلمه چیدم، شما داخل ظرفای دربدار بچینین، اینا رو بذارین داخل فریزر و هر موقع که دوست داشتین بیارین بیرون و بذارین که بپزه با اون سس دلخواهتون که دوست دارین. در اون قسمت هم که قوره و زرشکو که ریختم اضافه کردم، گفتم اینم سلیقه‌ایه، اگر دوست دارین، اگر نه که میتونین اضافه نکنین. خب حالا میریم که دلمه‌مون رو مزه کنیم. این اون دلمه های رولیه که درست کردیم و این هم دلمه های مزه، دوتاش هم یکیه. حالا من یه دونه از اینا رو برمیدارم که داخلش هم باز کنم ببینین که کاملا پخته شده. همونجور که ملاحظه میکنین داخل دلمه هامون هم کاملا پخته شده. میریم که مزهش کنیم. فوق‌العاده شده، مزه ملس عالی. حالا کسایی که ملس دوست ندارن میتونن اصلا سرکه رو اضافه نکنن و کسایی که ترش دوست دارن میتونن شکر رو اضافه نکنن. حالا گفتم تو برنامه بعدی حتما اون انواع اقسام دلمه ها رو خدمتتون خواهم گفت. خیلی متشکرم از توجه شما. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.